داره. بعضی از دوستانی که رفتن برای گرین کارت اقدام کردن برای امریکا، شاید خودشون دوستان اسمشون رو بگم، من دیدم دنبال من میگردن، میگن این فرمو امضا کن. شما گفتم برای چی؟ گفتن نه، گفتن که شما هم یکی از اون کسایی که باید تایید کنی. گفتم خوش به حال من چقدر راحت پس میتونم برم بیام در واقع. ولی من در واقع این همه خارج از کشور رفتم، همیشه مثال میزنم میگم یه هفته اولش برای من جاذبه داره، اونم خب به لحاظ دیداری جای جدید و تنوع. بعدش میشم مثل اون پیرمردایی که بازنشسته هستن، جمعه میان سر کوچه میشینن گیر میدن، آقا نریز تو این آشغالو نریز اینجا، به همه چی گیر میدن. هیچ کاری من ندارم واقعا، من متعلق به این آب خاکم، یعنی من با خاک نازم نمیتونم بنازم. واقعا دارم میگم. میدونم هیچ فرش قرمزی برای هیچ کدوم از ماها هیچ وقت پهن نشده. من اگر بنا به رفتن بود، به من نصف خانواده‌ام قبل انقلاب مهاجرت کردن آمریکا. من اصلا کاری نداره برام رفتن، من اصلا مشکلی برای مهاجرت کردن ندارم. اگر اینجا هستم برای اینکه اینجا رو دوست دارم. اگر رفتم انزلی زندگی میکنم، فکر میکنم بهترین شهر جهانه برای من، به دلیل اینکه اون زندگی که دوست دارم داشته باشم و تو انزلی دارم. چه بسا اگر اونجا برام فراهم نمیشد یا اینجا فراهم نمیشد، منم میذاشتم میرفتم. یک وکیلی برای چند تا از بچهای سینما مثلا باز گرفته، این دوست صمیمی منه، هنوزم زنگ میزنه، من پوش من میدم فلان جا من میدم، میخندم بهش، میگم بچه فردون کنارم جنگ شه باید برم اونجا. میدونی یعنی آب و خاک، من نه به ایدئولوژی کار دارم نه به چی، بچه آب و خاک، آب و خاک، خیلی مادیگره آب و خاک. اگه این مادیگرایی داشته باشید، شما بزرگترین ایدئولوژی که بر اساس حق میاد سراغتون.